در زیر ماشین میمونه. حالا میبینیم که کنی در روی اسفالت موندیم. های کن تلفن رو در زیر آب میسنجیم. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوار هستم که خوب هستید. امروز یک تلفن بهترین رو زکس کرده قبول کردم و میخوام که برای شما کشوده یک جای ابزار کنیم و ببینیم که در داخلش چی دارد. یک دقیقه ویدیو کلیسم برو حالا یک جای تلفن رو میکشیم و میبینیم که کدام مدل تلفن است، چی فونکسیون دارد. ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. بیاید اول تلفن رو میکشیم، دربارش پورا معلومات گرفته بعداً اکسپریمنت کرده میبینیم در زیر آب و در زیر چرخ ماشین. اگر از اکسپریمنت خوب گذشت بسیار خوب، اگر نگذشت دیگر ابزار کرده نمیشود. برای همین اول این سر معلومات میگیریم و بعداً ما سر میکنیم. در کامپلکتاسی این تلفن зарядник، یک کابل هر دو طرفش تایپ سی و خود تلفن است. اکنون تلفن رو گرم میکنیم که تلفن تیز گرم شد. باتری این تلفن 8800 میلی آمپر است. در بیرون در خنکی مینوس 19 گرادوس قریب 2 شب ایستاد، لیکن حتی 1% هم зарядش کم نشده. در درون ماشین بود. اپراتивní памяти این تلفن 12 گیگابایت پلس 12 گیگابایت دیگر باز دابایت کرده می شود که یک از تلفن های ایگراوی این به حساب می رود. نرخ این تلفن شد عین حال در علی اکسپرس 50% سکت رفته شده است. کسانی که خریدنند سیلک در کامنتاری و در اپیسان ویدیو. پامت خود این تلفن باشد 512 گیگابایت. کامری فرانتال این تلفن 16 مگاپیکسل، کامری قفا باشد 50 مگاپیکسل. خوب دوستان عزیز، بیاید یک چند رسم میگیریم. نگاه کنید خیلی نزدیک میکنید، کачестве رسم گم نمیشود. این تلفن سیامکا کرده شدم، качестве 4K مونده. راستی گپ ما از چنین تلفن ها بار اول میبینم که این تلفن های پراتیودارنی 4K سیامکا میکنن. کачествه‌اش هم خوب است، خیلی خودتون میبینید. در قفای تلفن باز یک اکرانی الوهیده است که یک چند فونکسیون رو دارد. خیلی میبینید حتی رسم هم گرفته میشود. خوب درباره تلفن علاقه ما معلومات گرفتیم. اکنون بیاید اکسپریمنت رو سر میکنیم. دوستان عزیز، اکنون تلفن رو در زیر آب میسنجیم و میبینیم که این از زیر آب خوب میبرد یا اینکه نه. در اینجا فونکسیا پادوادوی دارد. در این حالت علاقه کامera دیگر کار نمیکنند. ما باید طریق کنوپکا رگرافکا کنیم. کنوپکای پایان عوض میکند، کنوپکای بالا کامera رو به کار میدارد. در اینجا چیزی نمیست. حالا شما رو یعنی کامری که در زیر آب است، یعنی من تلفن رو گرفتم در زیر آب گذاشتم و خود رو سیامکا کرده شدم. من فکر میکنم که شما رو خوب دیده شده. اکنون میبینیم یک دقیقه من نزدیک میکنم. давай اکنون در زیر ماشین میمونه. حالا میبینیم که کنی در روی اسفالت موندیم. های کن اینا ماشین گذاشت. اکنون میگیریم و کلیونکاش رو میکنیم و خیلی میبینید تلفن 100% کار میکنه. نه کامراش رو میکشیم، просто پشتش کم ترکی خیلی آب شد امی حساب. نه تلفن بیگون کم بودی 100%.